این کتاب است که در آن شک و تردیدی نیست، راهنما برای پرهیزگاران است. یقیناً این قرآن به راستگویی هدایت می‌کند و به کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند، بشارت می‌دهد که برای آنها اجر بزرگی است. و یقیناً ما قرآن را برای یادآوری آسان کرده ایم. پس آیا کسی هست که به آن توجه کند؟ پامر 547. ما آن را قرآن عربی نازل کردیم تا بفهمید. یقیناً ما یادآوری را نازل کردیم و یقیناً ما آن را حفظ خواهیم کرد. یقیناً این قرآن از طرف پروردگار جهانها نازل شده است. بگو اگر انسانها و جنها با هم جمع شوند تا مثل این قرآن را بیاورند، نمیتوانند مثل آن را بیاورند، هرچند که همدیگر را حمایت کنند. ما قرآن را به عنوان شفا و رحمت برای مؤمنان نازل کردیم، اما برای ظالمان خسارت بیشتری به ارمغان آورد. از آنها بپرس بهترین شاهد کیست؟ بگو خداوند است، او شاهد بین من و شما است و این قرآن به من نازل شده است تا با آن به شما و هر کسی که به آن برسد هشدار دهم. آیا شما گواهی می‌دهید که غیر از خدا معبودانی وجود دارند؟ بگو من هرگز گواهی نمی‌دهم. و اگر ما این قرآن را بر روی کوه نازل می‌کردیم، حتما می‌دیدید که از ترس خدا فروپاشیده و پاره شده است. اینها مثال‌هایی است که برای مردم بیان می‌کنیم تا شاید فکر کنند. الحشر 5:1. مبارک است اونی که پرچم را بر بنده اش نازل کرد تا برای همه جهانها هشدار دهنده باشد. و یقینا ما کتابی را به آنها دادیم که با دانش آن را شرح دادیم، هدایت و رحمت برای کسانی که ایمان آوردند. و تو ای پیامبر قطعا این قرآن را از سوی حکیم و دانا دریافت می‌کنی. رسول صلی الله علیه و آله و سلم فریاد زد: پروردگارا، قطعا قوم من این قرآن را با غفلت پذیرفتند. و اگر به آنها معجزه‌ای می‌آوری، می‌گویند چرا آن را به دست نمی‌آوری؟ بگو من فقط از آنچه از طرف پروردگارم به من وحی شده است پیروی می‌کنم. این قرآن از طرف پروردگار تو روشنبینی، هدایت و رحمت برای کسانی است که ایمان آورده‌اند. پس اگر راست می‌گویند، باید چیزی شبیه به آن بیاورند. اوه! آیا به قرآن تفکر نمی‌کنند؟ اگر از سوی کسی غیر از خدا بود، قطعا در آن اختلافات زیادی پیدا می‌کردند. و به همین ترتیب روح را به تو از